دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت که پس از التماس ایران و درخواست همپیمان‌های کشورش در خلیج فارس، بزرگترین حمله از زمان جنگ جهانی دوم به ایران را بازداشت. و افزود مذاکرات دو طرف روز 3 آگوست از سر گرفته می شود و سازش در مورد تنگه هرمز ناگزیر است. او که روز 2 آگوست در داخل هواپیما با خبرنگاران صحبت می‌کرد افزود: من بسیار می‌خواهم سازش کنیم. این جان بسیار آدمان را نجات می‌داد. ما حمله را به نقشه گرفته بودیم که بزرگترین حمله از زمان جنگ دوم جهانی میشد و عاقبت‌هایش برای آنها فلاکت بار بود. آنها نخواستند که ما این کار را کنیم. دونالد ترامپ درباره هیئت‌ها یا مکان مذاکرات نو چیزی نگفت، ولی قطر و پاکستان در گفت و شنیدهای واشنگتن و تهران نقش میانجی را اجرا می‌کنند. به قول ترامپ، سعودی، امارات متحده عرب و قطر همراه با ایران از او خواستند که از حمله‌های هوایی پیش بینی شده با ایران دست کشد. ترامپ افزود تهران با اصرار خواست تا حمله به تأخیر انداخته شود. آنها گفتند که ما می‌خواهیم سازش کنیم. ما همه آماده بودیم و محض در همین وقت باید حمله عظیم صورت می‌گرفت. اما همپیمان‌های ما خواستند از آن دست کشیم. سبب خواهش آنها این بود که فکر می‌کنند سازش امکان پذیر است. سازش درباره هرمز و سازش درباره دست کشیدن ایران از سلاح هسته‌ای به دست خواهد آمد. یک روز پیش از این بیانیه، ترامپ گفته بود تصمیم گرفته است حمله‌های نو را به تأخیر اندازد، زیرا چارچوب سازشنامه با تهران موافقه شده است و اسرائیل نیز در این تعهد به او می‌پیوندد. دونالد ترامپ بارهاست ایران را با حمله‌های بزرگ تهدید کرده، سپس از آنها دست کشیده و گفته است که سازش میان واشنگتن و تهران نزدیک است. به نوشته رسانه‌های ایرانی، منابع نظامی در ایران ادعای ترامپ را درباره آنکه گویا تهران از واشنگتن خواسته باشد از حمله‌های نو خودداری کند رد کردند. خبرگزاری مهر ایران روز 2 آگوست از قبل منابع نوشت که اظهارات ترامپ صرفاً یک دروغ نو و تلاش برای باجگیری از حاکمان کشورهای خلیج فارس و فشار به آنها از راه تهدید است. هرچند ترامپ در آغاز گفته بود هدف اصلی جنگ ایالات متحده آمریکا و اسرائیل با ایران که روز 28 فوریه آغاز شد از بین بردن تهدید هسته‌ای تهران است. در هفته‌های اخیر او بیشتر بر روای آزادی کشتی‌ها از تنگه هرمز توجه می‌کند. تا آغاز جنگ بیش از 20% نفت و گاز جهان از این گلوگاه می‌گذشت، اما ایران این راه را عملاً بسته است و فقط انتخاباً به بعضی از کشتی‌های باربر اجازه گذر می‌دهد. ایران همچنین تهدید کرده است که برای گذر کشتی‌ها از این تنگه باج می‌ستاند. امریکا و کشورهای دیگر میگویند تنگه هرمز یک آبراهی بین الملل بوده، تحت نظارت هیچ کشوری نیست. واشنگتن و تهران روز 17 ایون با هدف ختم مناقشه و بازگشایی هرمز یادداشت تفاهم 60 روزه امضا کرده بودند. اما اختلافات بر سر معنای شرط‌های سازشنامه باعث حمله‌های نوی هر دو طرف به همدیگر شدند.